امروز در شهر راغون با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحل دریای وخش مراسم آغاز بنیاد سربند نیروگاه برقی آبی راغون برپا شد. در شهر راغون با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحل دریای وخش مراسم آغاز بنیاد سربند نیروگاه برقی آبی راغون برپا شد. خدای متعال آینده تاجیکستان را درخشان نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. مورد ذکر خاص است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خود سوار بولدوزر وزنین از ساعت 10 صبح تا 11:30 رس و 1.5 ساعت با پیش کردن سنگ و شغل مجرای دریای وخش را بسته به بنیاد سربند نیروگاه برقی آبی راغون که برای مردم تاجیکستان حیات و مماتش است حسن آغاز بخشیدند. در مراسم آغاز کارهای بنیاد سربند نیروگاه برقی آبی راغون یکی از مرحله‌های مهم ساختمان این انشاءات بزرگ به شمار می‌رود. سرور دولت امامعلی رحمان را یک گروه اعضای حکومت مملکت، وکیلان مجلس نمایندگان، اعضای مجلس ملی، نمایندگان کورپوس دیپلماتی مقیم تاجیکستان، زیایان و یک گروه جوانان کشور همراهی کردند. این تدبیر مهم به خاطر ادامه کارهای سازندگی و بنیادکاری در انشاءات استراتژی نیروگاه برقی آبی راغون عملی شده. هدف از آن رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی میباشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که بنیاد و برقرارسازی این انشاءات مهم استراتژی برای تأمین زندگی سزاوار نسل‌های امروز و آینده خدمت می‌رساند. آن برای رشد اقتصادیات و در مجموع برای پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. بعد به استفاده دادن نیروگاه امکان است که در کشور ده‌ها کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی افتتاح و هزارها جای‌های نو کاری تأسیس یابد. در دوران صاحب استقلالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به خاطر تأمین زندگی شایسته برای مردم شرفمند تاجیک 3 سمت اساسی و استراتژی را در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان انتخاب کردند که با تطبیق پررای آنها تاجیکستان به یکی از کشورهای پیشرفته و از بسیار جهت ترقی کرده مبدل می‌گردد. وابسته به هدف استراتژی رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی در کشور با دستور هدایت‌های پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان با استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه ذخیره‌های گیدروانرژتیکی ساختمان و تجدید نیروگاه‌های خرد و بزرگ برقی آبی آغاز گردیده. خط‌های بلندشدت انتقال نیروی برق و زیرایستگاه‌های برقی بنیاد شدند. آغاز کارهای برقرارسازی نیروگاه برقی آبی راغون، بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی سنگتوده 1 و سنگتوده 2، آغاز تطبیق لایحه کسه 1000، تجدید نیروگاه برقی آبی نارک، مورد استفاده قرار دادن دستگاه‌های تقسیم کننده پوشیده الیگازی 220 و 500 کیلوولت در شهر نارک، بنیاد زیرایستگاه برقی لالازار، خط انتقال برق بلندشدت 220 کیلوولت لالازار خطلان، زیرایستگاه برقی خطلان، خط انتقال برق بلندشدت 500 کیلوولت جنوب شمال و استفاده دهی نوبت اول مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه با اقتدار 100 مگاوات،
ادامه بنیاد نوبت دومی مرکز برق و گرمیدهی دوی دوشنبه با اقتدار 300 مگاوات از جمله کامیابی‌های بزرگ تاجیکستان در سمت رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی است که ملت کهن‌بنیاد تاجیک با رهبری پیشوای خردمند و دوراندیش محترم امامعلی رحمان به آن نایل گردیده است. در مجموع در ظرف 25 سال استقلالیت در کشورمان زیاده از 1300 مگاوات اقتدارهای نو انرژتیکی به استفاده داده شدند. نیروگاه برقی آبی راغون در سلسله نیروگاه‌های رودی بخش از بالا نهم بوده در منطقه 110 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه جایگیر است. نیروگاه از 6 چرخه عبارت است که قدرت هر کدام 600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. سربند نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین سطح زمینی گلی و سنگی در جهان به حساب رفته با اقتدار 3600 مگاوات بیش از 17 میلیارد کیلووات ساعت کلانترین نیروگاه برقی آبی در منطقه خواهد بود که این رقم نسبت به اقتدار 3 سالی نیروگاه برقی آبی نورک یکونی برابر زیاد میباشد. برخی از جهت اکولوژی تازه این نیروگاه امکانیت میدهد که احتیاجات با برداشته تاجیکستان را کاملا قانع کرده برای انکشاف اقتصادیات کشور تکان بخشد. برای کارهای برقرارسازی و ساختمان نیروگاه راغون در دوره استقلالیت زیاده از 12.5 میلیارد سومانی مبلغ از خود کرده شده است. عین زمان در این انشاءات مهم عصر قریب 15000 نفر متخصصان و کارگران مشغول کار بوده، زیاده از 2100 عدد تکنیک و ماشین و مکانیزم ها سفربر گردیده است. سپس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نیروگاه برقی آبی راغون با رفت کارها در نقب‌های آبپرتا از نزدیک شناس شده. جریان توسط نقب‌های آبپرتا به بیرون برآمده از آن طرف سربند باز در دریای وحش به مجرای پیشینه جاری شدن آب را مشاهده کردند. از صفت خوب بنیادکاری همچنین روحیه باریده کارگران این کاخ نورآفرین بر عیان است که دستور هدایت‌های سرور دولت امامعلی رحمان را عاید به استوار و با صفت انجام دادن هر یک عمل سرمشق کاری خود کردند. نیروگاه برقی آبی راغون اهمیت نه تنها جمهوری بلکه منطقوی نیز دارد. بعد بنیاد این انشاءات مهم گدره انرژتیکی تاجیکستان در آینده همچون یک کشور صادرکننده نیروی برق ارزان و از جهت اکولوژی تازه میتواند کشورهای همسایه و منطقه را با برق تامین نماید. آبی که در آبانبار راغون جمع می‌گردد برای استفاده در وقت‌های کمبارشی و خشکسالی همچون منبع ذخیره‌های بزرگ آب از آن بهره برداری کرده می‌شود. طبق نقشه نوبت اول نیروگاه یعنی اگریگات یکم آخر سال 2018 و اگریگات دوم ماه اپریل سال 2019 به استفاده داده شده نیروی برق استحصال شده به سیستم انرژتیکی کشور انتقال داده می شود. همین طور ماه دکمبر سال 2018 نیروگاه راغون به استحصال نیروی برق آغاز می کند. نور راغون به خاندان هر یک تاجیکستانی وارد شده برای رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی قدم نهایی گذاشته می شود. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سیاست دوراندیشانه و بشردوستانه خود برای مردم کشور غمخوری می‌نمایند. تا امروز در تاجیکستان راه‌ها و پل‌های ماشین‌گذر، نقب‌ها و انشاءات گیدر انرژتیکی بنیاد شدند که اکثر آنها اهمیت منطقوی دارند و به منفعت تاجیکستان و کشورهای همسایه روانه گردیدند. این سیاست پیشگرفته سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب سران کشورها اعتراف و بارها قدردانی گردیده است. مورد ذکر خاص است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خود سوار بلدوزر وزنین از ساعت 10 صبح تا 11:30 رس و 1.5 ساعت با پیش کردن سنگ و شغل مجرای دریای وحش را بسته به بنیاد سربند نیروگاه برقی آبی راغون که برای مردم تاجیکستان حیات و مماتش است حسن آغاز بخشیدند. در مراسم آغاز کارهای بنیاد سربند نیروگاه برقی آبی راغون یکی از مرحله‌های مهم ساختمان این انشاءات بزرگ به شمار می‌رود. سرور دولت امامعلی رحمان را یک گروه اعضای حکومت مملکت، وکیلان مجلس نمایندگان، اعضای مجلس ملی، نمایندگان کورپوس دیپلماتی
امروز در شهر راغون با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحل دریای وخش مراسم آغاز بنیاد سربند نیروگاه برق آبی راغون برپا شد. در شهر راغون با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحل دریای وخش مراسم آغاز بنیاد سربند نیروگاه برقی آبی راغون برپا شد. خدای متعال آینده تاجیکستان را درخشان نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. برقرارسازی نیروگاه برقی آبی راغون، بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی سنگتودا 1 و سنگتودا 2، آغاز تطبیق لایحه کسا 1000، تجدید نیروگاه برقی آبی نارک، مورد استفاده قرار دادن دستگاه‌های تقسیم کننده پوشیده الیگازی 220 و 500 کیلوولت در شهر نارک، بنیاد زیرایستگاه برقی لالازار، خط انتقال برق بلند شدت 220 کیلوولت لالازار خطلان، زیرایستگاه برقی خطلان، خط انتقال برق بلند شدت 500 کیلوولت جنوب شمال و استفاده دهی نوبت اول مرکز برق و گرمایدهی دوی دوشنبه با اقتدار 100 مگاوات، ادامه بنیاد نوبت دومی مرکز برق و گرمایدهی دوی دوشنبه با اقتدار 300 مگاوات از جمله کامیابی‌های بزرگ تاجیکستان در سمت رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی است که ملت کهن‌بنیاد تاجیک با رهبری پیشوای خردمند و دوراندیش محترم امامعلی رحمان به آن نائل گردیده است. در مجموع در ظرف 25 سال استقلالیت در کشورمان زیاده از 1300 مگاوات اقتدارهای نو انرژتیکی به استفاده داده شدند. نیروگاه برقی آبی راغون در سلسله نیروگاه‌های رودی بخش از بالا نهم بوده در منطقه 110 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه جایگیر است. نیروگاه از 6 چرخه عبارت است که قدرت هر کدام 600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. سربند نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین سطح زمینی گلی و سنگی در جهان به حساب رفته با اقتدار 3600 مگاوات بیش از 17 میلیارد کیلووات ساعت کلانترین نیروگاه برقی آبی در منطقه خواهد بود که این رقم نسبت به اقتدار 3 سالی نیروگاه برقی آبی نارک 1.5 برابر زیاد میباشد. برخی از جهت اکولوژی تازه این نیروگاه امکانیت میدهد که احتیاجات با برق‌داشته تاجیکستان را کاملا قانع کرده برای انکشاف اقتصادیات کشور تکان بخشد. برای کارهای برقرارسازی و ساختمان نیروگاه راغون در دوره استقلالیت زیاده از 12.5 میلیارد سومانی مبلغ از خود کرده شده است. این زمان در این انشاءات مهم عصر قریب 15000 نفر متخصصان و کارگران مشغول کار بوده، زیاده از 2100 عدد تکنیک و ماشین و مکانیزم ها سفربر گردیده است. سپس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نیروگاه برقی آبی راغون با رفت کارها در نقب‌های آبپرتا از نزدیک شناس شده، جریان توسط نقب‌های آبپرتا به بیرون برآمده از آن طرف سربند باز در دریای وخش به مجرای پیشینه جاری شدن آب را مشاهده کردند. از صفت خوب بنیادکاری همچنین روحیه باریده کارگران این کاخ نورآفرین بر علا عیان است که دستور هدایت‌های سرور دولت امامعلی رحمان را عاید به استوار و با صفت انجام دادن هر یک عمل سرمشق کاری خود کردند. نیروگاه برقی آبی راغون اهمیت نه تنها جمهوری بلکه منطقوی نیز دارد. بعد بنیاد این انشاءات مهم گدر انرژتیکی، تاجیکستان در آینده همچون یک کشور صادرکننده نیروی برق ارزان و از جهت اکولوژی تازه میتواند کشورهای همسایه و منطقه را با برق تامین نماید. آبی که در آبانبار راغون جمع می‌گردد برای استفاده در تیم تاجیکستان زیایان و یک گروه جوانان کشور همراهی کردند. این تدبیر مهم به خاطر ادامه کارهای سازندگی و بنیادکاری در انشاءات استراتژی نیروگاه برقی آبی راغون عملی شده. هدف از آن رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی میباشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که بنیاد و برقرارسازی این انشاءات مهم و استراتژی برای تامین زندگی سزاوار نسل‌های امروز و آینده خدمت می‌رساند. آن برای رشد اقتصادیات و در مجموع برای پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
بعدی به استفاده دادن نیروگاه امکان است که در کشور دهها کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی افتتاح و هزارها جایهای نو کاری تأسیس یابد. در دوران صاحب استقلالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به خاطر تأمین زندگی شایسته برای مردم شرفمند تاجیک سه سمت اساسی و استراتژی را در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان انتخاب کردند که با تطبیق پررای آنها تاجیکستان به یکی از کشورهای پیشرفته و از بسیار جهت ترقی کرده مبدل می‌گردد. وابسته به هدف استراتژی رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی در کشور با دستور هدایت‌های پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان با استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه ذخیره‌های گیدروانرژتیکی ساختمان و تجدید نیروگاه‌های خرد و بزرگ برقی آبی آغاز گردیده خط‌های بلندشدت انتقال نیروی برق و زیرایستگاه‌های برقی بنیاد شدند. آغاز